سلام خدمت دوستان عزیز، برادر خواهرای گلم، فرزندان خوب خداوند عیسی مسیح، خداوند اسرائیل، خداوند قدوس، خداوند شاه شاهان، خداوند نیکو. دوستان، چطور میتونیم ما خداوندمون رو شاد کنیم؟ در عهد قدیم انسان‌ها واسه شاد کردن خداوند و خوشنود کردن خداوند قربانی میدادن. قربانی اونها کشتن حیوانات بود. و اما ما امروزه در عیسی مسیح، من و شما معبد خود خداوند هستیم. یعنی معبد من هستم، شما هستیم دوستان عزیز، و هیکل ما همون روح القدس خداوند است. ما امروز قربانی میدهیم، اما چه قربانی میدهیم؟ ما امروز قربانی زنده میدهیم که زیر فیض خداوندمون عیسی مسیح هستیم. خداوند این قربانی ها رو از ما میخواد. قربانی زنده یعنی چی؟ یعنی اینکه با نو شدن افکارمون، اعمالمون، با نو شدن رفتارمون هست که ما قربانی میدهیم. ما برای خوشنود کردن خداوندمون عیسی مسیح باید مقدس زندگی کنیم و برای مقدس زندگی کردن باید فکر نو داشته باشیم، ذهن نو داشته باشیم. این فکر نو، ذهن نو از کجا میاد؟ از دریافت روح القدس خداوند میاد. برای دریافت روح القدس ما باید ایمان بیاریم به عیسی مسیح و بعدش روح القدس رو دریافت کنیم. اما قبل از همه اینا باید ایمان بیاریم به صلیب خداوند. رومیان باب 12 آیه های 1 و 2: پس ای برادران، در پرتوهای رحمت خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. و دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود و دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خداوندمون عیسی مسیح خواهید بود. اراده خدا نیکو و پسندیده است. همه ما زیر فیض عیسی مسیح خداوند هستیم. آمین. که این کلیپایی که من میذارم، بشارتایی که من میدم، بتونه قلب کسی رو لمس کنه و ایمان بیاره به خداوند زنده عیسی مسیح. آمین. برکت بر شما دوستان عزیز، فرزندان عیسی مسیح. آمین.